سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 14 نوامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه مصادره بیش از 300 کیلو هیروئین از نرکمافیای انا چوواندوز، وعده اینترنت بی پول برای منطقه دوردست تاجیکستان، یک تاجیک برای $50 قریب یک ماه در فرودگاه مالایزیا درمانده است، هلاکت 3 پیاده‌گرد و یک مسافر در 4 صدمه روزهای 9 11 نوامبر و قدم قربان روی مشهور چگم کولاب را اسبال پوش میکند. و اکنون تفصیلات خبرها. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک گزارش ویژه تلویزیونی از مصادره بیش از 300 کیلو مواد مخدر سخت تاثیر هیروئین و بازداشت 7 عضو گروه قاچاقبر فراملی برابری همرویف عظمت سال تولدش 1964 ساکن دیهه یلدوش اشوروف در کنار شهر تورسونزاده که قبلا بولتایف آنا همرویویچ نام داشت و با لقب آنا چوواندوز معروف است خبر داد. اعضای این شبکه نرکمافیا مواد مخدر را در استخوانه مخصوص با استفاده از تجهیزات ویژه در داخل پلی‌اتیلن چنان پرس کرده جا می‌کردند که آن به تخته پاره مانند میشد و یگان سگ بوگیری و تجهیزات جوینده مواد مخدر آن را پیخست نمی‌کند، چون که بویش از داخل پلی‌اتیلن اصلا بیرون نمی‌براید. گفته می‌شود اعضای این نرکمافیا در عموم بیش از 1.5 تن مواد مخدر را به روسیه انتقال داده از حساب فروش آن صاحب ثروت و دارایی‌های زیادی شدند. از جمله نرکبران آنا چوواندوز صاحب 5 زن، 7 منزل استقامتی، چند رمه در مجموع عبارت از 1200 سر چاروای خرد، 91 سر اسب از جمله 15 سر اسب بوزی، 19 اشتر، 11 ماشین سبکرو و بارکش، 6 فرم چارواداری در تورسونزاده و شاریتوز، قریب 6000 گکتار زمین، 7 بنای ساختمانش ناتمام، 2 مغازه فروش لباس و 1 مغازه فروش جواهرات طلایی، 15 کیلو طلاواری داشته است. آنا چوواندوز همچنین در حدود شهرهای تویر و قزان روسیه 1 فرم با 200 سر چاروای کلان و 5 قصابخانه در ازبکستان، 1 کارخانه لامینات و منزل پرشکوه گرانبها داشته است. در گزارش گفته می شود که نوک گیری فعالیت این شبکه بزرگ قاچاقبر وقتی گشوده شد که 25 آگوست سال 2023 کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در همکاری با مقامات روسیه ساکن شهر دوشنبه محمد علی کمالوف سال تولدش 1987 را با 55 کیلو هیروئین دستگیر کردند. تفتیش نشان داد است که این مواد مخدر یافت شده تنها یک قسم بیش از 200 کیلو هیروئین است که یک شبکه قاچاقبر از تاجیکستان به روسیه فرستاده 150 کیلو باقی مانده هیروئین را قاچاقبران علاقه فروخته بودند. تفتیش من بعد نشان داد است که این شبکه قاچاقبر عبارت از 10 نفر را آنا چوواندوز تشکیل داده رهبری میکرد و آنها در طول بیش از 10 سال اخیر با قاچاقبران در افغانستان ارتباط نزدیک برقرار کرده پیوسته به کشورهای اسنگی اساساً به روسیه مواد مخدر یعنی هیروئین، افیون، چرس میبردند. آنها مواد مخدر را توسط قطاره‌های راه آهن و ماشین‌های بارکش در داخل میوه‌جات جای کرده به کشورهای دیگر انتقال میدادند. خود آنا چوواندوز که هنوز بازداشت نشده است و در حال فرار قرار دارد و برای شرح مستقیم این قضیه دسترس نیست، ولی وزارت کارهای داخلی گفت که او صاحب 5 زن و شهروندی هم تاجیکستان و هم روسیه بوده است. تفتیش این پرونده را وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی مشترکاً زیر نظارت داستانی کل تاجیکستان انجام میدهند. تا امروز 9 عضو این نرکمافیا معین و 7 تن آنها دستگیر شدند، ولی خود آنا چوواندوز در خارج از تاجیکستان قرار داشته بازداشت نشده است. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای آخر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است. اما در این قضیه اخیر یک چیز روشن نیست که چرا با آنکه یک شبکه بزرگ نرکمافیا بیش از 10 سال باز فعالیت داشته صاحب این قدر خانه و ماشین و چندین رمه شده است و مقامات تن و اکنون فعالیت آن را توانستند آشکار کنند و اون هم در تورسونزاده که به دلیل نزدیکیش به مرز ازبکستان مال کارمندان نهادهای مختلف قدرتی است. به بالای این نرکبران اساسی چگونه توانسته است به آسانی نامناسبش
از آن بولتایف به عظمت همرویف عوض کرده صاحب شناسنامه نو هم شده است. خدمات علاقه حکومت جمهوری تاجیکستان وعده داده است که برای تامین اجرای فرمان پرزیدنت درباره گذاشتن به حساب برابرکنی‌های غیر نقدی در منطقه‌های دوردست برای استفاده برندگان، شبکه‌های تقسیم برق و اپراتوران علاقه برقی ضمن عملی نمودن پرداخت‌های غیر نقدی، خدمات رسانی‌های اینترنتی را رایگان پیشنهاد می‌کند. در این باره روز 13 نوامبر سال 2023 سامانه رسمی خدمات علاقه جمهوری تاجیکستان خبر داد. در اطلاع این یاد گفته می شود که فرمان پرزیدنت تاجیکستان از 22 ایون سال 2023 تحت رقم 586 درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی برای جامعه اهمیت مهم داشته، عمومی گردیدن استفاده واسطه‌های الکترونی پرداخت هنگام پرداخت مال و خدمات رسانی با وسعت حساب برابرکنی غیر نقدی در معاملات پولی مملکت مساعدت می کند. از این خاطر خدمات علاقه در برابر دیگر ساختارها تلاش‌های دائمی خود را در زمینه تأمین سرتاسری اینترنت در کشور و دستور مساعدت گردانی خدمات رسانی‌های اینترنتی ادامه داده، در چارچوب نقشه چاره‌بینی اوید به رفت اجرای فرمان پرزیدنت درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی تصمیم گرفته است که در منطقه‌های دوردست برای استفاده برندگان شبکه‌های تقسیمات برق و اپراتوران علاقه برقی ضمن عملی نمودن پرداخت‌های غیر نقدی خدمات رسانی اینترنتی را رایگان پیشنهاد می‌کند. طبق فرمان پرزیدنت پرداخت به بودجه از جمله اندازها باج و خراج پول خدمات رسانی‌های کمونالی باید علاقه از 1 آگوست سال 2023 پوره به شکل غیر نقدی صورت می‌گرفت، ولی صاحبکاران از گوشه‌های گوناگون تاجیکستان می‌گویند تا حال اندازهای خود را به همان شکل کلاسیکی یعنی با دادن پول نقد به دست ناظر انداز می‌سپارند. طوری به نظر می‌رسد جاری شدن لیمیت شدید برق در کشور از پایان ماه سپتامبر اجرای فرمان پرزیدنت برای گذاشتن به پرداخت غیر نقدی را بازم قفاتر می‌پرتاید. سردار خدمات علاقه تاجیکستان بیگ صبور در 3 هفته اخیر علاقه بار سیوم با مسئولان سوای علاقه و نمایندگان شرکت‌های موبیلی و پروایدرها، بانک‌ها و شرکت برق تاجیک تشکیل جلسه می‌کند که یک موضوع اساسیش تامین اجرای همین فرمان پرزیدنت است. اما در شرایط بی‌برقی مقامات تا حال رای حل این مسئله را پیدا نکردند. در یکی از جلسه ها بیگ صبور تو پیشنهاد کرده بود که بانک ها روی گذاشتن به پرداخت غیر نقدی بدون استفاده از اینترنت رو بجویند، کاری که به گفته بانکداران اصلا امکان ندارد. آوازخوان و شیرینکار تاجیک قدم قربان با آباد و منفرج کردن راه 18 کیلومتری چگم کولوب آغاز کرد. راه زادگاه قدم قربان با شرافت هنرنمایی او همچون راه 18 پاوروتا مشهور شده است. درباره به چنین کار خیر اقدام کردن قدم قربان در فیسبوک شاعر شناخته تاجیک خیرالدین خیراندیش خبر داد. قدم قربان با آباد و اسفالت پوش کردن راه 18 کیلومتری چگم کولوب آغاز کرد. این آرزوی در انتظار اهالی زیاده از 5000 نفره دیههای چگم بالا، چگم میانه، چگم پایان، چگم خرمن، رحمان آباد، تاش بلوق، سیم چکان، ده درازک، نظربای، بادامتو و تغمگی می باشد. نوشته از خیراندیش و در پایان خبر این دو مصرع را در ستایش قدم قربان نیز الوه کرده است. رحمت به حضور پشت اجداد قدم از ولد شود ز همت شروع چگم. 100 نفر در زیر این خبر به این تشبس نجیب و امر خیری که قدم قربان روی دست گرفته است آفرین خواندند. یکی از کاربران نوشته است که این را بار آخر سال 1991-92 از جانب سردار اون وقته دیو اداره استفاده راههای کولوب سعیدوف با اسفالت منفرج کرده شده بود و بعد اون اینک بیش از 30 سال باز ترمیم نشده است. در هنرنمایش قدم قربان بسیار وقت سنتزاتور را پست و بالا کرده صدای گوشخراش با عذاب در گردش توپ خوردن ماشین را میبرارد و عباره مشهور سر پاوروتای را به زبان میآورد. بسیاری ها میگویند راه پرپیچ به طرف زادگاهش دهه چگم نوای شمس‌الدین شوین به قدم قربان برای ایجاد این حیله ثانوی الهام داده است. قدم قربان یک آوازخوان تویگرد از چگم با طرز عجیب ترانه‌خوانیش شهرت زیاد پیدا کرده است. برخی ترانه‌های او در اینترنت چندین میلیون تماشابین پیدا کردند. خود قدم قربان می گفت ویدیوهای او را در اینترنت مخلصانش میگذارند.
ماه اکتبر سال 2023 قدم قربان نخستین آوازخوان از تاجیکستان شد که در برنامه پیسنیت سه دوشه در تهیه یکی از معروفترین شومن‌های روس اندری ملاخوف در شبکه تلویزیونی روسیه یک اشتراک و هنرنمایی کرد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. ادریس شریپوف، یک جوان از سال تاجیکستان که از 17 اکتبر سال 2023 اینک قریب یک ماه باز در منطقه نیترالی فرودگاه شهر کوالالامپور پایتخت مالایزیا در مانده است و نه داخل آن کشور در آمدن میتواند و نه اجازت از مالایزیا رفتنش را میدهند. روز 13 نوامبر سال 2023 به اداره پایگاه خبری بامداد مراجعت کرده از هموطنان دست بخیر برای رهایی از حال مشکل کمک خواست. ادریس میگوید روز 1 اکتبر سال 2023 با نیت کار به مالایزیا آمد، ولی از بس که ویزای کاری نبود کار یافتن نتوانست و در یگان جا به ویزای کاری قبولش نکردند. ادریس روز 17 اکتبر خواست که از مالایزیا بیرون شود، ولی در فرودگاه پایتخت این کشور او را با جرم ویران کردن قانون‌های مهاجرت جریمه بستند. از بس که ادریس شریپوف برای پرداخت جریمه پول نداشت، به وی اجازت ندادند که مالایزیا را ترک کند. به او گفتند که تنها در صورت دادن پول جریمه میتواند سفر کند. ادریس گفت یک تاجیک ثوابجو برای روز 14 نوامبر از کوالالامپور تا منیلا پایتخت فیلیپین چپتای پرواز خریده است، ولی او حالا باز هم سر پرداخت پول جریمه در مانده است، چون که بدون پرداخت آن به وی اجازت ترک مالایزیا را نمیدهند. او میگوید در یک مهمانخانه در جزیره مالدیو جای کار پیدا کرده است، ولی مشکل این است که هیچ نمیتواند خود را تا به آنجا برساند. مبلغ جریمه‌ای که ادریس باید به مقامات مالایزیا پرداخت کند و باعث قریب یک ماه در فرودگاه یک کشور بیگانه سرگردان شدن این تاجیک شده است. همگی $50 است. آنهایی که میخواهند به ادریس شریپوف برای رهایی از این مشکل کمک رسانند میتوانند به این کارت کمک خود را گذرانند. 4400 4302 7731 5484 کاسپی گولد، قزاقستان. ادریس شریپوف. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که طی روزهای 9 11 نوامبر سال 2023 در 4 صدمه در راههای جمهوری 4 نفر از جمله یک مسافر و 3 پیاده‌گرد با شمول یک جوانزن 25 ساله و یک کودک 8 ساله به هلاکت رسیده. 2 مسافر دیگر مجروح شدند. از جمله شام 9 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 19:00 راننده ماشین تمغه دیو عظیموف حسن سال تولدش 1979 ساکن نویه رشت هنگام حرکت از سمت شهر راغون و سمت شهر وحدت در حدود جماعت دیوت بوستان نویه فیض‌آباد به سمت مقابل راه برآمده به ماشین تمغه مرسدس تحت اداره اهل‌دینوف صالحجان سال تولدش 1996 ساکن نویه لخش برخورده است. در نتیجه مسافران ماشین دیو امامزاده خیرالدین سال تولدش 1991 ساکن نویه رشت در جای حادثه به هلاکت رسیده و مسافر دیگر داخل ماشین مذکور شریپوف نقیب سال تولدش 2006 و شریپوف عبدالرشید سال تولدش 1990 ساکنان نویه رشت جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. باز هم شام 9 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 18:30 راننده ماشین تمغه اوپل استرا مراد علیزاده منصور سال تولدش 1985 ساکن نویه شهر نو هنگام حرکت در شورای ماشینگرد دوشنبه ترسونزاده در حدود نویه شهر نو از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد عالموف خدایداد سال تولدش 1985 ساکن شهر ایسارا پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد عالموف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 2 نوامبر سال 2023 تقریبا ساعت 12:00 راننده ماشین تمغه تویوتا اشبابویف صابرجان سال تولدش 1972 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در راه ماشینگرد پنجکند سعودیان در حدود دهه چهارباغ جماعت دیوت کوستراش از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده زن پیاده‌گرد خدایبردی و ارزوگل سال تولدش 1998 ساکن همین جا را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است و صبح 11 نوامبر سال 2023 تقریبا ساعت
09 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا ابراهیم زاده یار محمد سال تولدش 1991 ساکن شهر وحدت هنگام حرکت در روی ماشینگرد وحدت دوشنبه واقع در حدود دهه مولوی جماعت دیات گلستان نویه رودکی از اوده دوره وسطای نقلیات نبرآمده پیادهگرد خردسال ملیک خلف میراب سال تولدش 2015 ساکن شهر وحدت را پخش نموده است. در نتیجه نام برده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آورش پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. به شعبه وزارت کارهای داخلی دود در نویه شامنصور با عریضه مرد 34 ساله ساکن نویه رودکی مراجعت نموده است که ماه آگوست سال 2021 مرد 29 ساله ساکن نویه فرخار با راه فریب به باوریش در آمده از او برای رشد صاحبکاری 720,000 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 36 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف به حیث نامپز نانوایخانه فعالیت نموده 25 اکتبر سال 2023 تخمینا ساعت 00:30 دقیقه در جای کارش با راه پنهانی یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ را که به مرد 41 ساله ساکن نویه 8 صاحبکار انفرادی تعلق دارد دزدیده است. ضرر رسانده شده 6500 سومانی را تشکیل می‌دهد. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه واسع با عریضه مرد 35 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 4 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 22:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی از داخل автомاشین شخصیش حجت‌هایش را که ارزش عمومیشان 5750 سومانی را تشکیل می‌دهد دزدیده از جای حادثه غیب زده است. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 20 ساله ساکن نویه فرخار با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.